اینا همش میخوام به چند میخوره، کی میخوره، چه جوری میخوره. خب بگو بخوره بره دیگه، بده دیگه، اسمو بگو، فامیل بگو، سنو بگو، خلاص کن تماشون بره. گیر میدیم، گیرای ریز الکی و این وقت ما رو، انرژی ما رو میگیره. مثلا من یادمه یه زمانی کثافت توی ایران فحش بود، الان شده نشانه صمیمیت. کثافت، خیلی کثافتی، یعنی خیلی باحالی. فکر کنم در آینده اسم بچه ها بشه کثافت مامان بیا. آره دیگه، وقتی که این فرهنگ سازی میشه چه توقع داریم؟ همینجوری. بله، مورددار نکنید دیگه، بعضیا موردشون زیاده. اتفاقا این مورددارا به درد برنامه‌ای مثل ماحصل احسان علی خانی میخورن. اگر بذارن امسال برنامه‌اش اجرا کنه، وای 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 کریم اول میره همینو میاره، میگه کریم بیا اینجا کی تک دلتو برید. اگه بذارن چه سوژه های امسال میتونه احسان بیاد دیگه. نیاز نیست تیم بفرسته تو شهرستان و دنبال سوژه. مثلا میره اون جوونه رو از پلیس فتا میگیره میاره، میگه خب اون دختر شیشمی کی بود دیگه، زنداداش نهادی الکی ازش. بعد مثلا میره اون نوجوانه رو میگه وای اون بچه رفتن بخیه‌اش اخی، یعنی چی؟ ما خیلی عجیبیم، از بدبختیامون هم جوک درست میکن. اگر کشیده شدن بخیه‌های اون بچه حقیقت داره فاجعه است. بعد جوک درست، رفتم دندون کشیدم پول نداشتم دندون برام فرو کردن تو لثم. از همه زایدتر این جوکه بود، میگه باد فتح داشتم رفتم عمل کردم پول نداشتم بدم، دکتر گفت تلمبه رو بیاریم، انقدر منو باز کردن ترکیدن. باور نکردنیه. از این بدبختی آدم جوک درست بالایه مامان. آخ می جانه یاره دنگ و دنبون غمای گالشی. از سبک و موسیقی. آقا چرا آهنگو خراب میکنید؟ چرا گناه میکنید؟ آهنگ به این قشنگی، انرژی این جمعی، همه باید بگن آها بو. این آهنگ میتونه سرنوشت زندگیتون عوض کنه، چون کش و قوس زیاد داره. قسمتی از آهنگ یهو ساختارش عوض میشه، خواننده میاد میگه میچل چرانه. آفرین. همه باید ای انقدر حال میده ببین، یعنی میمیری از خنده، خدا شاهده. یه عده خجالتی هن، من میفهمم، یه عده روشون نمیشه. بعضی هم دارن کلاس میذارن. تو رو خدا کلاس نذارید، با کلاس ترینتون منم خدا شاهده، چون من معلمم، 20 تا کلاس دارم، شما چند تا کلاس دارید؟ پس خجالت کلاس بذار کنار، یه بار دیگه دستا به انرژی بارید، دستا شلاقی. آخ می جانه یاره دنگ و دنبو قبای گالشی، امر بجار بنای بو زحمت بکشی. میچل چرانه امشوشی میخونه ای بر شیرین خورانه. دی گوت میم شو خود میم آب او سنگینه جرگی چه میم. آهنگ تموم شده عزیزان، چیکار داری میکنی؟ چقدر لجبازی؟ اول شروع نمی کردی الان ول نمی کنی. من سالهاست این آهنگو گوش میدم هیچی ازش نفهمیدم، چون آهنگ سنگینیه.